با سلام با یک شما بینندگان عزیز، نویدی بومدودی است تقدیم از رادیو زودی. امروز 19 آگوست و در پراگ همین حالا ساعت 7 صبح است. به همه شما از آن تنسیتی و خانه آبادی را تمنا دارم. سپاس که روزتون رو با شنیدن خبرهای ما آغاز میکنید و حالا من در چند دقیقه دیگر نوگانی ها رو برایتان میگویم. پیش از همه آغاز میکنم درباره پروازهای چارتری از شهرهای گوناگون روسیه به تاجیکستان تا اینکه شما معلومات کافی داشته باشید. طبق رویخط پیشنهاد نموده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، امروز هواپیماهای شرکت سامون ایر از روسیه به تاجیکستان 4 پرواز را به نقشه گرفتند. 2 پرواز از مسکو به دوشنبه در نظر است. همچنین پرواز چارتری از سورگوت و از سنت پترزبورگ به دوشنبه صورت میگیرد. آخر هفته گذشته مقامات تاجیک اعلام کردند که تا 31 آگوست توسط 55 پرواز غیر نقشه‌ای شهروندان بند مانده در روسیه را به وطن انتقال میدهند. الکی در 3 روز گذشته 9 پرواز انجام شد. نوارهایی که کاربران رادیو زودی از نزد سفارت تاجیکستان در روسیه میفرستند دیده می شود که صدها مهاجران به خاطر راه یافتن به این پروازها نوبت میپویند. تعدادی از آنها از بی‌عدالتی، نرخ گران بلیط و وجود فساد در ثبت نام مسافران پروازهای چارتری شکایت میکنند. روی دیگری که برای خریدن بلیط مبلغ ندارند منتظر آن هستند که کی مرزها باز شده و آنها با راه زمینی به وطن سفر خواهند کرد. تا این لحظه ها درباره کی باز شدن مرز و برقرار کردن پروازهای منتظم خبری دقیق روی دست ما نیست، اما اگر یگان افغانی شد ما حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. نویدی بومدودی را پای میگیریم. مخالفین حکومت بلاروس یک شورای هماهنگساز تشکیل کردند که هدف آن انتقال قدرت در این کشور می باشد. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو این عمل را همچون تلاش آشوب در پی انتخابات پرزیدنتی نامیده است. مخالفین حکومت نتیجه های انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست را اعتراف نکردند و اعتراض های راه اندازی نمودند که از طرف نیروهای حکومتی با استفاده از آن تعقیب شد. شورای هماهنگساز مخالفین 18 آگوست اولین ملاقاتش را دایر نمود که در آن فعالان جامعه شهروندی کوشش دارند از نام مردم به طور آسایشته بدون هدفهای سیاسی و یا برنامه انتقال قدرت را تامین کنند. سویتلانا تیخانوفسکیا که در انتخابات پرزیدنتی نامزد اساسی مخالفین بوده است، در یک صحبت آنلاین گفت که او حاضر است تا زمان آرام شدن کشور مسئولیت پیشوای ملت را بر دوش بگیرد. نمایندگان تیخانوفسکیا میگویند او تصمیم دارد به همین زودی ها به مینسک برگردد و همچون کفیل دوره گذشته عمل کند. اعتراضهای داخلی و بین‌المللی وضعیت پرزیدنت لوکاشنکو را خیلی وخیم کرده، زیرا در برابر اعتراضها در کوچه ها مؤسسه‌های صنعتی هم به اعتراضگران همراه شدند. شما نویدی بومدودی را تماشا دارید. با اطلاع دریافتی منصور جان عمروف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست زندان‌های تاجیکستان با بیماری ایلچوبی 6 گرفتار شده است. 2 کارمند ریاست محبس‌ها با شرط ذکر نشدن نام روز 18 آگوست به رادیو زودی گفتند عمروف در بیمارخانه است و تقریبا 1 ماه باز به کار نآمده است. مقامات در این باره رسما خبر ندادند. در گذشته رئیس مجلس نمایندگان و دوستان کل تاجیکستان نیز به ایلچوبی 6 گرفتار شده تبابت یافتند. در ماه می امسال ناصر عمروف برادر منصور جان عمروف و کارمند شرکت برق توجیک در بیمارستان ظرفشان شهر دوشنبه درگذشت. یکی از نزدیکان او روز 5 می گفته بود ناصر عمروف به احتمال زیاد از کرونا ویروس نو افتیده است چون جسد را به پیوندان ندادند. منصور جان عمروف در پی آشوب خونین در زندان شهر خوجند ماه نوامبر سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به جای عزت الله شریف زاده سردار ریاست محبس‌ها تعیین گردید. و چون از بیماری گفتیم، مقامات تاجیکستان امور نو بیماران و جانباختگان از کرونا ویروس نو را اعلام کردند. بنابر آن نه تنها شماره گرفتاران بلکه فوتیدگان نیز زیاد شده است. کیومرثی عطا موضوع را ادامه می‌دهد. وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک نفر دیگر را از کرونا ویروس نو تصدیق کرد. به اطلاع رسمی در عموم از 30 اپریل تا 18 آگوست در تاجیکستان 65 نفر از کووید 19 جان باختند، ولی آمار غیر رسمی را بیشتر از این می‌دانند. وزارت روز سه‌شنبه گفت که در یک شبانه روز اخیر 32 نفر بیمار شدند و آمار عمومی گرفتاران کرونا ویروس به بیش از 8130 نفر رسید. به اطلاع نمایندگان دولت تقریبا 7000 نفر از این بیماری شفا یافتند. پزشکان میگویند که حالا 73 گمانبر به بیماری همگیر زیر نظارت هستند. حکومت تاجیکستان آخر ماه اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را در کشور تصدیق کرد.
حالا داشتن نقاب طبی حتمی است و تحصیل در مکتب و دانشگاه‌ها با رعایت فاصله جسمانی و داشتن محلول بهداشتی و نقاب اجازت شده است. هرچند در یک هفته اخیر در شبکه‌های اجتماعی از بیمار شدن و فوت پی همی چندی از ساکنان در بعضی از منطقه ها خبر می‌دهند، مقامات رسما در این باره حرف نمی‌زنند. تنها ماه ایول در مجلس‌های ستاد مقابله با کرونا ویروس در ولایت سوخت خبر افزایش بیماران کرونا ویروس و التهاب شوش در منطقه صدا داد، ولی بعد از آن جزئیات داده نشد. در برابر آن که در کشورهای زیادی عالم به اصطلاح موج دوم پاندمیای کرونا ویروس اوج گرفته است، دولت‌ها تلاش دارند با جاری نمودن چاره‌های احتیاطی چرخش اقتصاد را برقرار کنند. از جمله ترکیه می‌خواهد با جاری نمودن شهادتنامه‌های بخطری سیاحان را به این مملکت جلب نماید. تفصیلات در گزارش اسکندر خواجه میرزاده. ترکیه امید دارد که با واسطه صدور شهادتنامه بخطری برای مهمانسراها و رستوران‌ها از سرایت بیماری‌ها جلوگیری نموده سیاحان را به زیارت از این کشور تشویق نماید. توریسم یکی از ساحه‌های مهم اقتصاد ترکیه بوده از سبب سرایت سراسری کرونا ویروس در 6 ماه اول سال روان در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته 75% درآمدش را از دست داده است. شهادتنامه بخطری زمان داده می شود که مؤسسه از روی تخمیناً 100 معیار سانیتری و اپیدمیولوژی جوابگویی طلبات باشد. پیش بینی می شود که در این گونه مهمانسرا و آشخانه ها سیاح خود را امن حس می کند. به قول پالاتای سودای ترکیه در منطقه دوست داشته سیاحان آنادولو یا خود انتالیا علاقه به 600 مهمانسرا شهادتنامه بخطری تقدیم شده است. اثنای ورود به این گونه مهمانسراها سیاح ابتدا باید به سوالنامه درباره کشورهایی در دوام 2 هفته اخیر زیارت نموده‌اش معلومات داده خبر دهد که آیا خودش گرفتار کرونا ویروس بوده است یا نه. در این بین خادمان مهمانسرا جامدان مهمان را با مواد بهداشتی بی‌ضرر می‌کنند. به حساب میانه در بین 50 حجره یکی باید برای انزوای سیاح گرفتار کرونا ویروس یا خود کووید 19 تخصیص داده شده با تمام مواد بهداشتی و طبی از جمله تجهیزات نظارت، نقاب و لباس مخصوص تامین باشد. اگر سیاح بیمار شد در این حجره تبابت خواهد گرفت. در آشخانه ها نیز اکنون مشتری نخواهد توانست که برای خودش غذا بگیرد. این کار را با فرمایش او پیشخدمت اجرا می کند. بر علاوه در بین مشتریان و غذا شیشه گذاشتند تا احتمال رسیدن ویروس به غذا ناممکن شود. مراد مأمور یکی از مهمانسراها میگوید ما تمام کارهای ضروری را انجام دادیم ولی بعضا مشکلی به نظر می رسد. برای مثال ما نمی توانیم از مهمان طلب کنیم که در حوض آببازی نقاب پوشد. این درخواست او را ناراحت می کند. ترکیه تصمیم دارد به تدریج رفت و آمد با کشورهای خارجی و از جمله تاجیکستان را برقرار کند. دادگاه ولایت سوخت 20 ساکن منطقه را با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین از 5 تا 7 سال به زندان محکوم کرده است. نزدیکان برخی از محکوم شده ها گفتند که با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش دارند. انور جان عبدالغفوری دادرس پرونده روز 18 آگوست به رادیو آزادی گفت حکم این افراد هفته گذشته صادر شده است. دادرس میگوید آنها را به عضویت در سازمان های ممنوع گناهکار دانستند. یک نفر دیگر هم برای خبر ندادن درباره این افراد جریمه شده است. عبدالغفوری افزود تنها بعد از اعتبار قانونی گرفتن حکم دادگاه جزئیات پرونده را در اختیار رسانه ها میگذارند. محاکمه 20 ساکن ولایت سوخت در بازداشتگاه موقتی ولایت سوخت برگزار شده است. نزدیکان محکوم شده ها و خبرنگاران به مرافعه راه نیافتند. و بینندگان عزیز اکنون برای شما از قرب اسعار خارجی میگویم که از طرف بانک ملی چنین تعیین کرده است. $1 10 سومونی و 31 درم است. 1 یورو 12 سومونی و 28 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 140 سومونی و 10 درم قرار گرفته است. خب دوستان عزیز برای این ساعت صحبت خود را به پایان میبرم، اما بعد 3 ساعت دیگر با خبرهای نو در خدمت شما قرار میگیرم و در تقدیم سرخطهای روز ما را تماشا کنید. تشکر از یک و یک شما برای با ما بودن. تا ملاقات بعدی برای کار و خود را احتیاط کنید.